روز 17 آگوست در ایسور نمایشگاه و جشنواره بین المللی گوسفند ایسوری برگزار شده است. چرواداران از سراسر جمهوری به این نمایشگاه بیش از 500 سر نمونه های بهترین این ذات گوسفند را برای نمایش آوردند. ذات گوسفند ایسوری یک مایه افتخار چرواداران توجک به شمار می رود. این ذات گوسفند ذات سیرگوشت و سیرافغان دانسته شده وزنش تا 200 کیلوگرم می رسد. تقریبا چورک وزن گوسفند ایسوری را دنبه بزرگش تشکیل می دهد. دنبه بزرگ علامت اساسی زیبایی و صفت این ذات گوسفند می باشد. در جشنواره غالبان را از نگاه تن و توش، سن، وزن، نمود ظاهری، محصول نوکی و تا کجا خوشزاد بودنش معین کردند. در نهایت جای اساسی و عنوان قهرمان مطلق در بین گوسفندان ایسوری به گوسفند سیاه از رمه عمر علیماتوف داده شد. این گوسفند چمپیون نه فقط قد و بست زیبا بلکه 192 کیلو وزن هم داشت. به عمر علیماتوف برای پیروزیش در جشنواره همچون جایزه 3 هکتار زمین آبی داده شد. یادآور می شویم سال 2023 در ایسور که وطن این ذات گوسفند دانسته می شود مجسمه گوسفند ایسوری گذاشته شد. گوسفند ایسوری یک ذات دنبکلان گوسفند محلی است که از لحاظ جثه و وزن بزرگترین گوسفند جهان به شمار می رود. اساسا برای گوشت و روغن پرورش کرده می شود. هرچند درباره پیدایش گوسفند ایسوری چون دیگر گوسفندان دنبه‌دار تا حال معلومات عمیقی در دست نیست، ولی باور می رود که گوسفند ایسوری را در وادی ایسور رویانیدند. از آنجا رمه‌های چنین گوسفند را برای فروش به بازار شهرهای بخارا، سمرقند، قوقند، قرشه و غیره می بردند. سالهای 1950 1960 گوسفند ایسوری را برای بهتر کردن ذات گوسفندان محلی ازبکی، قرقیزی و قزاقی استفاده برده در تاجیکستان از آن ذات نوع گوسفند تاجیکی به وجود آوردند. رمه‌های خوشزاد گوسفند ایسوری در ناحیه‌های مرکزی جمهوری و ولایت ختلان، اینچنین ناحیه‌های غنچه، ظفرآباد، مشجع و شهرستان ولایت سوغد همچنین در ناحیه شیرآباد جمهوری ازبکستان پرورش کرده می‌شوند.